دانشجو هست انشالله بخیر هستی؟ چی حال داری؟ چی کار بار میکنی کاکا جان؟ اون دیگه باسکت سازی میکنی. چطور از روزگار؟ پیش میره؟ خوب است؟ کاربار است؟ نیست؟ فامیل چند نفر هستین کاکا جان؟ در فامیل چند نفر هستین؟ فامیل 7 نفر است. خودتان تنها کار میکنید در فامیل؟ این بچه بزنم. روزگار دیگه انشاءالله بخیر خدا کنه که بهتر شود دیگه برتان. ما از طریق بنیاد خیری باران رحمت یک تحفه عیدی در نظر گرفتیم که امور روزا عید میشه که یک خرج کنیم یک برتان یک سودا و یا خدا خیر خدا رحمت باشه. خدا من شما را و شما را اینه کاکا جان بخیر باشه. خدا بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من. به مادر دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک خوب هستی؟ بخیر هستی؟ بخیر باشی. شما خوب هستی؟ شال داری؟ خوب رقم کردی دیگه گرمی چطور؟ والا بابا جان چطور کنید؟ آیسکریم میفروشی؟ یک نفر بیاید یک پیسه نداشته باشه که یک آیسکریم والا میکنه لالا جان چی کنید؟ کاروبار چطور است؟ میشه نمیشه؟ والا خوب است. یک اینجا ساعت میمونه 70. والا تو وقت شده که دمیم ما تاوان کردیم 100 روپه 50 روپه تاوان کردیم. خب سبا بخیر عید است، عید قربان است دیگه. چی آمادگی گرفتین پیش از پیش؟ ما هم بر عید تبریکی می‌کنیم. کدام کالا مالا گرفتی برای نگرفتی؟ نه والا تا هیچ والا پلان شده ندارم. والا نمیم پلان عزیز که نمیرم صبح بگشم میگم اگه اقتصاد. خب ما از طرف بنیاد خیری باران رحمت براتون یک توفیق عیدی به نظر گرفتیم. میشه که امور براتون یک خرج بگیرین یا کالا بگیرین به ثواب عیدتون. صحیح است که از دوستایی که همکاری کردن برشان دعا کنید. روز آخر ما را یک آیسکریم خو میدین شان چی؟ یعنی از طرف بنیاد به نظر. تشکر.
خیلی شکر از کاربار شکر میشه نه دیگر خودم دیگر از خود باید داره دیگر از ساعت فهم است یا نیم ساعت هم است 80 هم است 100 هم است طرف باید داره دیگر شکر اقتصاد چطور از کاربار میشه اقتصاد خودت نکنه دیگر در این شرط خیلی خرابه فامیل چند نفر هستیم؟ سرپرست چند نفر است؟ 4 نفر هستیم خانه رئیس است رئیس سبا بخیر دید است نه؟ چی آمده ای گرفتی به این؟ آره مقال هیچ چیز نمونه کشیده یک توفه ناچیز از طرف بنیاد خیری باران رحمت برتان بنای سیدی در نظر گرفته شده معمولا میشه که اقل یک حالا یک لباس برای اطفال بفرستن و کسایی که برتان امی امکانی نکنه برشون جان قدر عشق که من هستم خریداره کراچی داری ماما؟ والا چی کنیم دادم بعد آمدیم پشتک لغمنان اولادار هستیم فامیلدار هستیم لباس سرک گرفته و خانه که روی 4-5 سال عیال و دوی شما خودم هم موسفید اینه قسم کارا کاربار هم نیست باز دنیا هم اینه قسم هست راجان سبا یا خیر باشه دیگر سبا بخیر اید است به این چی آمدگی ها گرفتی گافه جان؟ والا تاپینا نیشم هم نکنیم این راستی سخن نه برید نه کلچه کردن نه بره کردن دیگر دمید کار ما خراب بوده خدا بکنم کارش بیا دعا میکنیم که خداوند بخیر کارهای همه کی را جور بسازن دیگر یک توفیه دی از طرف بنیاد خیری باران رحمت برتان در نظر گرفته شد خدا قبول کنه الله میشه که مو بعض کارهای ابتدایی را شما پیش ببرید بخیر خدا قبول کنه هر کسی ابتدایی که خدا میگه جلت درست چیزش کنه رنگش زد نکنه از این باشه آرام عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت چال داریش شکر گرمی ها چال داری حالا گرمی ها بگذاره کاروبار کنیم بنیاد خیری باران رحمت خاص نیست در مساکین که خلاف هست فامیل 7 نفر است کارگر خود دستی ها باید بودن اولادار یا خودش انشاءالله الله مهربان است همه ما و شما را کمک میکنه باید هنوز داره مسلمان ها به دیگر کسایی که این کمک کردن شما برشان دعا کنین خداوند اجر بده السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم و رحمت الله یک چند کلمه گپ امروی باش امروی صحبت کنم خیال داریم آقا جان سلام خوب است بخیر است انشاءالله یک روز هنوز به عید مانده تو هنوز آمد برآمدی به خاطر کار روزگار والا بسیار زیاد واقعا مشکلات هست برای
خودت کدام تکلیف مریضی خونه داری؟ تکلیف دارم، مریضی دارم، فشار دارم، میشه سردرد میشه شکر دارم. یه خانم مریضی داره که عملیات شده فیکس کمر. خب مادر اولادا؟ مادر اولادا دیگه مشکلات زیاد هست. انشاءالله الله همراه ما همکاری میکنه و تمام مریضای اسلام الله شفا بده. ما از طریق بنیاد خیری باران رحمت برای شما یک مقدار توفیقی پیش از پیش براتون در نظر گرفتیم و میفهمم که توان این کار البته نداریم که شما یعنی پیش از پیش براتون یک بالا یک لباس براتون بگیرین و ما خواستیم که همین همکاری را ما انجام بدیم برایتان. توفیقی از طرف بنیاد خیری باران رحمت و انشاءالله کسایی که کمک کرده برشان دعا کنین و از دعایتان فراموشش نکنین. انشاءالله هنوز هم خوبی وجود داره، مسلمان ها به یکی دیگه خوبی میکنن. توکل ما به الله و الله هیچ وقت ما را فراموش نمیکنه. انشاءالله سلام علیکم. پارجان خوب هستی؟ صحتت خوب است؟ بخیر هستی؟ به گرمی به خاطر چی برآمدی؟ به خاطر گرمی برآمدیم. پدرم کار کردن میتونه کرده خانه سر مامان یا کراچی داشتیم را صاحب خانه گفت زیاد چی یا کرده خانه ماشین را بفروش با پدرم میگوییم از آخر کرده خانه را داد دگاه مانده بود و از این خاطر پدرم کار کردن میتونه کارم نیست. با ما برآمدیم بوتل پیپسی میچینیم. بوتل پیپسی میچینی؟ مکتب میخونی؟ صنف چند هستی؟ صنف 5. صنف 5. باید چیز کالا مالا گرفتی نگرفتی؟ نه ما خودمان دابال کرده خانه ما را پوره نکردیم. کالا بیاییم از کجا کنیم که بگیریم پیسی. من یک توفیق ایدی برات دارم از طریق بنیاد خیری باران رحمت. درست است؟ این توفیق بگی برات باز ایدی برات کو هر چیزی که خواستی. درست است انشاءالله؟ چیز خدمت نیست؟ الله حافظ. خدا حافظ.